پرچم جمهوری تاجیکستان است در خطر پرچم‌های استرالیا، گرجستان و برزیلیا این شب البته بلافشان خواهد شد با هنر شایسته تیمور رحیموف جناب موریس جاناشویلی سابق سرمندهی هنرپیشه‌ای موسیقی اکنون برای جایزه‌داران و غالب وزن جمع 100 کیلو نشانه‌ها را تقدیم می‌کند. تیمور رحیموف از جمهوری تاجیکستان با همین نشانی و مثل خودش گرانوزن و برنجی است. ما از تیمور باور داشتیم که در مقام نشانه‌های طلا و نقره مبارزه می‌برد، ولی این نشان برنجی و ملکه برای ما درخشش یا ظرفشانی و به مثل طلا است برای ما. تیمور رحیموف در پهلوی رقیبان قرار گرفت. حالا دوستان عزیز قسمت فینالی را لحظه پیشکشی ما می‌گردانند و در خاطر پهلوان گرجی گوران توشیشویلی پرچم کشور گرجستان بلافشان خواهد شد در مقام اول و سرود ملی‌اش تامین انداز می‌شود. اما قطار پرچم‌های گرجستان، برزیلیا و استرالیا پرچم جمهوری تاجیکستان است. این لیوای مقدس کشور ما بلافشان خواهد شد. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Georgia. נעמוד לנגינת ההמנון הלאומי של גיאורגיה. همینجور دوستان عزیز اکنون ما گزارش نوبتی خویش را از قسمت فینالی روز سیومی گرانسلام تل آویو اسرائیل به انجام می‌رسانیم. حالا پهلوی پهلوانان سنگین وزن پهلوان خلبنان تاجیک تیمور رحیموف را می‌بینیم که نشانی برنجی به گردن آویخته است و قطار مدالدارها اکنون نصب می‌گیرد و چهره او را ما می‌بینیم. تیمور رحیموف از جمهوری تاجیکستان در مقام سیوم قرار گرفت. پهلوان گرجی نشان طلا به گردن آویزان کرد. برزیلیایی در مقام سیوم و همچنین استرالیا در مقام سیوم. اینجا اکنون نشان برنجی تیمور رحیموف در نوار نزدیک نشان داده می‌شود. شاد و پیروز و سربلند باشید. برای مردم تاجیک نشان مبارک باشد. خیر. Ladies and gentlemen, this is the end of Tel Aviv Grand Slam 2022 Israel. Congratulations to the all medalists, all winners, all judo. Thank you very much to the organizers, International Judo Federation, Israel Judo Association, all the sponsors and supporters, all staff, the volunteers. Dear spectators, thank you very much for your support. Toda Rabba Tel Aviv. See you next year. תודה רבה לגיאורגיה, כרוז המודיעין.